بله صدای شما رو دارم. بسیار عالی. من هم ریکورد رو آغاز کردم. خب ابتداً خیر مقدم میگم خدمت دانشجویان عزیز. وقت همه عزیزان بخیر. روزهای گرم تابستونی رو داریم میگذرونیم. در خدمت مهندس متین حافظی هستیم، فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی، جزو رتبه‌های برتر. حالا خودش معرفی میکنه، درصد جزئیات رو میگه. من حالا سوالات رو نوشتم که دونه دونه از متین بپرسم. ما معمولا به دو شکل حالا لایف ها رو پیش میبریم، یا خود مهمان عزیزمون سوالات رو پاسخ میده، یعنی به ترتیب چیزایی که آماده کرده، یا من هم یادداشت کردم. متین جان میخوای خودت رو معرفی کن، معدل، حالا هر اطلاعاتی که فکر میکنی میتونی به بچه‌ها بدی که به دردشون بخوره بگی، ممنونت میشه. بسیار خوب. خب اول عرض ادب دارم خدمت شما استاد عزیز. متین حافظی هستم، رتبه 14 19 و 16 گرایش ساخت و تولید، مکاترونیک، طراحی کاربردی و به ترتیب تبدیل انرژی. بنده ورودی سال 97 دانشگاه شهید بهشتی بودم. عرضم به خدمتتون که حدوداً 2 سال گپ داشتم، مشغول کار کردن بودم، تحصیلم رو تمدید کردم. بعدا تصمیم گرفتم که شروع کنم به درس خوندن برای کنکور رو. حالا سعی کردم تمام خودم رو بزنم که یه نتیجه مطلوب بگیرم. حالا امیدوارم که نتیجه خوبی باشه. یه چند مورد بود میخواستم ببینم با شما مشورت کنم. من یه سری سرفصل آماده کرده بودم که حالا راجع به صحبت کنم. میخواستم ببینم این لایومون به صورت پرسش و پاسخ باشه یا اینکه من برای من تفاوتی نداره. من جایی چیز شد اگه میخواید مطلب از دست من هم یه سری موارد رو نوشتم، هر کدوم تو راحت تری. چطوری راحت تری؟ فکر میکنم حالا پرسش و پاسخ باشه، یه ذره گرم باشه. من اگر موارد خاصی بود که مثلا صحبت نکرده بودم راجبش اینجا دارم، تیک میزنم صحبت میکنم که کامل باشه. بسیار عالی، بسیار عالی. ببین متین جان، ابتدا من میخوام در مورد همین 2 سال گپت بهم بگی. من این رو باور کنم بچه تا همین لحظه شاید هم متین به من گفته قبلا، من یادم نبوده. 2 سال گپت خدمت بوده؟ نه من مشغول کار کردن بودم، تحصیلم و هی پروژه‌م رو نگه می‌داشتم، تمدید می‌کردم با یه دونه واحد درسی که یه خورده کار کنم. آره مشغول کار. یعنی 90 و گفتی ورودی چه سالی بودی؟ 97 بودم. 6 سال شد پس. درسته، بسیار. آره. متی جان، قبل از اینکه حالا وارد چیز بشیم، وارد حالا من سوالات تخصصی بشم، یک بار درصدهات رو اگه بگی و هم درصدات رو بگی، رتبت هم که در ابتدا گفتی، درصدات رو به ما میگی که بچه‌ها بدونن حالا تو هر باکسی به چه شکلی عمل کردی. بله. خب عرضم به خدمتتون که من توی ریاضی 24 و 56 درصدم بوده، توی سیالات 45، تو جامدات 43، دینامیک ارتعاشات 28 و 3 زبان 0 و بقیه درسام 0. بسیار عالی، بسیار. یعنی باکس سیالات و جامدات روی هم تقریبا 90 درصد زدی. تقریبا بله 98 درصد. 98 درصد 90 درصد. حدودا 90 درصد، 45 و 43 حدود 88 درصد. بعد بیا کلی اینکه از کجا شروع کردی؟ از تابستون شروع کردی؟ از پاییز شروع کردی؟ اینو به من میگی؟ خب عرضم به خدمتتون که این پروسه خوندن من برای کنکور یه پروسه عجیب غریبی بود. من خب تو بازار کار بودم، اصلا قصد ادامه تحصیل و اینجور چیزا نداشتم. واقعیتش رو بخوام تو دوره کارشناسی هم خیلی بچه درسخون و اینجور چیزا نبودم که مثلا پایه قوی داشته باشم. اوایل تابستون بود، من توی شرکتی که مشغول بودم، برادر من ورودی سال 98 بود، به من گفتش که متین بیا بریم شروع کنیم کنکور بخونیم. من گفتم نه با درس فایده نداره از اینجور حرفا، ولی ته دل من میدونستم که واقعا فایده داره، ولی چون بنیه ضعیفی داشتم این ترس به من اجازه نمیداد که این جسارت رو پیدا کنم، حمله کنم به درس و شروع کنم بخوندم.
از این جهت هی امروز فردا شد تقریبا شهریور ماه 1402. توی شهریور ماه از تیر تصمیم گرفت که شهریور تا شهریور این کش پیدا کرد. آره اصلا کلا بیخیال شده بودم. بعد توی این مدت تو اوایل شهریور تصمیم گرفتم که آقا اینقدر خوب ایتالیا داره دانشجو میگیره، بشینیم زبان انگلیسی بخونیم، لااقل بریم ایتالیا. از اینجور حرفا شروع کردم مثلا یه ذره به زبان خوندن، دیدم نه حالشو ندارم. از این جهت زبانم گذاشتم کنار. تقریبا 15 شهریور اینا بود، با یکی از دوستان توی همورودی خودمون بود تو دانشگاه شهید بهشتی آقای قادری، با ایشون مشورت کردم، یه ذره صحبت کردم و همچنین آقای امیدوار، اون فرودی 94 بود، الان دانشجو دکتران فکر کنم. با ایشون صحبت کردم، منو تشویق کردم به درس خوندن. خب بسم الله، ما تقریبا 15 شهریور بود، من استعفا دادم از اون شرکت چون یه بار روانی زیادی هم روی من بود. خب حالا همه چی جمع شد که من از اون شرکت استعفا دادم، در اومدم از شرکت در اومدم بیرون. آقا ما یه سری کتاب داشتیم تو دوره کارشناسی جمعشون کرده بودیم، گفتیم خب شروع کنیم به درس خوندن. من هیچ وقت یادم نمیره اولین درسی که باز کردم کتاب طراحی اجزا بود. باز کردم نگاه کردم انگار که با پتک دارم میکوبم تو کله من، یک خط نمیفهمیدم. درس بعدی بودی؟ آره دیگه. در مورد کار تو شرکتت، حالا من اینجا کار شرکتت مرتبط بود یا غیر مرتبط؟ مرتبط با رشتم. خب توی یه شرکت پمپ سازی بودم. پمپ سازی؟ بله. بسیار عالی. خب داشتی میگفتی شب 15 شهریور شد و این اتفاق افتاد. آره درس بعدی مقاومت مساله، هیچی نمیفهمیم. خب بریم سراغ ریاضی یک یه چیزایی میفهمیم، بریم ریاضی 2 سرفصلاشو نگاه کنیم، سرفصلا رو هیچ کدومو نمیدونم. درسای بعدی سیالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک اصلا دشمنای خونی من بودن. من روز اولی که حالت تصمیم گرفتم، اولین چیزی که گذاشتم، هدف گذاری کردم واسه خودم اینه که باکس سیالات هست، باکس ریاضی، درس معادلات و ریاضی مهندسی کلا هست، باکس دینامیک و کنترل ارتعاشات فقط کنترل یه چیزایی بلد بودم، همون اونو نگه می‌خواستم بدم. صحبت‌های متین رو حالا من دقیقاً 5 دقیقه قبل اینقدر این مدت شلوغ بودم، این متین حالا خودش از 5 دقیقه قبل گفتم متین بچه‌ها به من گفتن که اگه توی اینستاگرام بذاریم با توجه به اینکه فیلتر رو شدید هست امکان داره بچه‌ها نتونن لایو رو، یعنی اینقدر هماهنگی من و متین در حد اینه که 5 دقیقه قبل من به متین اطلاع دادم که متین یوزرنیم و پسورد تعریف شده این هستش و لایومون اینجاه. یعنی این صحبتایی که داره میکنه که باکس سیالات رو میخواسته بخونه کلا من اولین باره دارم، یعنی هیچ هماهنگی قبل از این با متین انجام نشده بوده که مثلا دیدیم به یه سری چیزا برنامه هستن میاد سوالا از قبل نوشته شده جوابام از قبل. این لایو همینطوری یهویی هستش و تمام چیزایی که داره میگه برای من تازگی داره. خب ببخشید من یه ذره راحت صحبت میکنم که این نه راحت باش. خب آره خب حالا چیکار کنیم؟ ول کنیم دوباره ادامه بدیم کارمونو یا بشینیم درس بخونیم؟ تقریبا مهر ماه بود، اوایل مهر بود یا اواخر شهریور بود. یکی دیگه از دوستان پیشنهاد دادن بهم که آخه ولش کن درس خوندنو، شروع میکنی کنکور مکانیک دیگه، 2 ماه 3 ماه آخر میخواد بشینی بخونی حل بشه بره، اون قدم سخت نیست و فلان. من حرف این دوستم رو یه ذره جدی نگرفتم، خدا رو شکر. حالا میرسم به این که حرف بقیه چه تأثیری میزنم. ولی یکی دیگه از دوستان به من پیشنهاد دادن آقا تو نمیتونی بخونی، با این مؤسسات آموزشی شروع کن بخوندن. مؤسسه شما رو بهم پیشنهاد دادن، مؤسسه بی‌نظیر استاد سرلک. من اومدم یه وقت مشاوره گرفتم با خودتون، یه صحبتی کردم، گفتم خب این چیزها رو دارم من فلان. بعد استرس هم داشتم. من دقیقاً یادم تلفنی که با شما صحبت میکردم میگفتم اصلا هیچ
امیدواری نسبت به کنکور نداشتم. یه گوشه ذهنم بود که یه ذره درس میخوام بخونم. بعد از شما پرسیدم که امیدی هست. شما خیلی محکم به هم گفتید که قطعا حتما و تو میتونی. همون شد استارت من دقیقا یادمه 10 مهر شروع کردم به درس خوندن. پس ببین من حتی من این صحبتمون رو یادم هستش که صحبت با، ولی تاریخش یادم نبود. پس تو از بچهای پاییز ما هستی، یعنی از تابستون هم استارت نزدی. تقریبا 5-6 ماه با ما بودی. بله 5 ماه. 5 ماه. آره دیگه، مهر تا انتهای بهمن. اوایل اسفند کنکور بوده. بله. خب بله. پس مهر ماه استارت کنکورت از مهر ماه خورده. از 10 مهر من شروع کردم به درس خوندن. خب توی این مسیر یه سری چالش ها بود، یه سری سختی ها بود، ولی خب همه اینا رو من پله پله به جون خریدم. حالا توی سرفصل برنامه ریزیم راجع به برنامه ریزی میخوام صحبت کنم، نحوه درس خوندن و مطالعه و تست زدن اینا رو صحبت میکنم. من اتفاقا میخواستم سوال دومم ازت این بود که باکس های کنکور رو باکس به باکس به ما بگی چطوری خوندیشون. حالا خودت هم میگیم برنامه ریزیش رو. من با مؤسسه شما که صحبت کردم، مشورت کردم، من فکر کنم آره دیگه پکیج بتا پلاس بود، فکر کنم با 10 تا درس شروع کردم به درس‌ها بتا بوده. آره همون. من ریاضی 1، ریاضی 2، معادلات، ترمودینامیک، سیالات، انتقال حرارت. این سه تا من بهت گفتم فکر کنم وردار نترس. اصلا من این سه تا جزء حذفیاتم بود. من مطمئن بودم که این سه تا رو میخوام حذف کنم چون تو کارشناسی اصلا بدم میومد. حالا داخل پرانتز هم بگم من تبدیل انرژی الان دارم میخونم. خیلی از بچه‌ها داشتیم مثلا سال 95 96 آقای ابوالفضل یگانه، من یادمه گرایش طراحی کاربردی دانشگاه سند تبریز بود. حالا الان دیگه فارغ التحصیل شده، شاید هم دانشجو دکترا باشه، من دیگه نمیدونم. ابوالفضل رو طراحی کاربردی بود، میگم من فقط طراحی میخوام بخونم. بعد اصلا گرایشش عوض شد اومد تبدیل. حالا متین هم باکس سیالات رو می‌خواسته حذف کنه، حالا رفته شریف و شریف هم تقریبا که نه دیگه شریفش قطعیه. حالا استادش هم اوکی شد، حالا در مورد اونها هم صحبت میکنیم. داشتی میگفتی متین باکس سیالات، ریاضی 1 و 2، معادلات، این 5 تا درسه، 6 تا درسه. از باکس جامدات استاتیک، مقاومت مساله، طراحی اجزا 9 تا و یه دونه هم کنترل از باکس دینامیک داشت. 10 تا درس شد. این 10 تا درس. خب بسم الله ما شروع کنیم به درس خوندن. آقا یک کوله باری از درس‌ها چیده شده جلومون، چیکار کنیم؟ توی قدم اول واقعیتش من گیج شده بودم، نمیدونستم باید چی کار کنم، برنامه ریزیم چجور چون تعداد درس‌ها خیلی زیاده تو رشته مهندسی مکانیک. بقیه رشته‌ها خب شاید 3 تا 4 تا 5 تا درس میخونن تموم میشه، ولی مکانیک متاسفانه این تعدد درسش یه مقدار اذیت کننده است. از این جهت برنامه ریزی واقعا به نظر من کلیدی ترین چیزیه که باید حتما برای کنکور ارشد مکانیک وجود داشته باشه، چون حساب کتاب درس‌ها از دست آدم در میاد. من یه متد برای خودم درست کردم و گفتم آقا من باید با این متد برم و باید این نتیجه رو بگیرم و خیلی مصمم بودم که باید یه اتفاق خوبی بیفته. مثلا چیزی که تو ذهنم بود قشنگ یادمه، میگفتم ایشالله یه رتبه زیر 1000 چیزی بیاریم بتونیم دوباره تهران درس بخونیم. آره اصلا ابدا مثلا به این فکر نمی‌کردم که آقا شریف تهران رویام نیست برای من. یه خورده میگم اوایل مسیر همه چی برام گنگ بود. شروع کردم ولی مصمم شروع کردم فکر کنم با روزی 4 ساعت 3 ساعت درس خوندن، اواخر که روزی فکر کنم 8 ساعت 9 ساعت شاید هم 10 ساعت رسیده باشم برای درس خوندن. من این کارو کرده بودم. روزی 3-4 ساعت شروع کردی خوندن غیر از کلاسایی که می اومد؟ کلاس ها رو من یادمه چون از ترم پاییزم
شروع کرد، بچهای ترم پاییز بودن و ثبت نامم هم دیر شده بود، کلاس‌ها شروع شده بود. من از کلاس‌ها یه مقدار عقب بودم. من قشنگ اینو یادمه، از کلاس‌ها یه مقدار عقب بودم، مجبور بودم ویدیوها رو با سرعت 2 برابر ببینم. میدونی به چی داشتم فکر میکردم متین؟ اینکه تیر ماه تصمیم گرفتی، بعد شهریور باز دوباره تصمیم گرفتی، بعد پاییزم که اومدی کلاس‌ها رو ثبت نام کنی باز از همه دیرتر ثبت نام کردی. شانس آوردیم پاییز تصمیم نگرفتی بخوندم و امسال رقیب دوستان بودی. خب این 4 ساعتی که میخوندی حالا توضیحات بده، باز بعد سوال میپرسم، میخوام بدونم چی کار میکردی. بله، من برنامه آزمون‌های شما رو، آزمون‌های مؤسسه شما که واقعا مدیون شما، از این جهت که این برنامه‌های خیلی حساب شده که این درس 25% اولش فلان تاریخ میخواد بیاد، من میدونم که باید این تاریخ اینو بخونم، یه هدفی داشتم، هدف کوتاه مدت. این قشنگترین اتفاقیه که توی این مسیر میتونه کمک کنه. آره، یه هدف کوتاه مدتیه که من باید بهش برسم، این هدفو میاد کنار هم میشینه، اون هدف بلند مدت رو برای ما میسازه. از این جهت واقعا برنامه راهبردی شما خیلی کمکم کرد. من این کارو میکردم، میگفتم 2 هفته بعد مثلا آزمون 25% اوله، این درس 10 تا درس رو دارم، هر کدومم خب یه خورده اطلاعات کوچیکی اون اوایل که تقریبا اطلاعات خیلی گنگ از هر کدوم از درس‌ها داشتم، میدونستم سختیشون تقریبا نسبت به هم دیگه چجوریه. می اومدم ضریب میدادم به درس‌ها، یکیشو میدادم 2، یکیشو میدادم 3، نسبت به هم دیگه. اینجوری نبود که 1 باشه اون یکی 2 باشه، اون دومی 2 برابر اولی باشه. سعی می‌کردم این نسبت مثلا 4:5 یا مثلا 2:3 باشه که خیلی اون اسکیل هم رو بزرگ نکنه. این ضریبا رو میداد جان. ضریب که میدادی ضریب ساعت مطالعاتی منظورته؟ بله. یعنی مثلا 2/3 تایمت رو میذاشتی روی مثلا فلان درس؟ نه، مثلا 2 تا درس دارم من، یکیش ضریبش 2، یکیش ضریبش 3. با توجه به هدف گرایشت متوجه شد. اونو 2/5 ضریب میداد، زمانم رو اختصاص میدادم بهش، اون یکی رو 3/5. حالا برنامه ریزیمو کامل این توضیح میدم. من میگفتم مثلا روزی ایدئال ترین حالت روزهای اول یادمه 3 زنگ 4 زنگ بخونم. زنگ که میگم من روزامو به 1 ساعت و ربع تقسیم کرده بودم، 1 ساعت و ربع میخوندم، یه رو استراحت میکردم بینش، دوباره 1 ساعت و ربع میخوندم. با 3 زنگ 4 زنگ تقریبا شروع کردم به خوندن. این کار کرده بودم که این زمانی که داشتم تا روز آزمون و هدف گذاری که کردم، ضریبا رو که به درس‌ها اختصاص دادم میومدم این درس‌ها رو میچیدم توی این برنامه‌ام که بدونم چه روزی چی میخوام بخونم، چون تعداد درسام زیاد بود. از این جهت گم میکردم، نمیدونستم چی خوندم چی نخوندم. واقعا که درس بچه‌ها متین داره میگه ما به بچه‌ها پیشنهاد میکنیم ماکسیموم 10 تا درس رو بردارن. چرا حالا خود 10 تا درس که مثلا بچه‌ها خواستن تو، حالا من نمیدونم متین حذف کرد یا نه، 1 درس 2 درس رو حذف کنن. این که میگه واقعا گم میکردم، بعضی از دوستان میان روز اول به ما میگن آقا شما چرا مقاومت میکنیم ما میخوایم 14 تا درس بنویسیم؟ چون جمع‌بندی این 14 تا درس کار ساده ای نیست. حالا مطالعهش رو متین داره میگه، فاز جمع‌بندیش که جای خود داره. خب این سنگینی برنامه متین رو یه کسی که مسیر رو طی کنه انتهای مسیر متوجه میشه 10 تا درس یعنی چی. حالا به صورت مفصل راجع به برنامه ریزی میخوام کامل متدمو بگم که مثلا چی کار کردم، ولی خب کلی میگم من زمانم رو تقسیم میکردم با توجه به اون هدف کوتاه مدتی که آزمون‌های راهبردی شما بود تعیین میکردم و شروع میکردم براش تلاش کردم. من یادمه تا آزمون 50% اول من نتونستم برسونم خودم رو به آزمون. سرفصلا رفته بود، تو مثلا رو 40% بودی. زورمو میزدم نمیرسیدم، چه بحث خوندنش چه بحث تست زدنش. از این جهت یه مقدار بیشتر تلاش کردم، یه مقدار وقتمو بیشتر کردم. من یادمه فکر کنم
آزمون 25% دوم سوم. آره 25% چهارم بود. آها. آره اگه اشتباه نکنم این 25% چهارم بود که من تازه رسیدم به برنامه‌های مؤسسه. آها. یعنی من تا اون موقع فقط داشتم زور میزدم که به آزمونا برسم. حالا به خاطر تصمیما و یه خورده اون ناپختگی و وقت کمی که داشتم نرسیده یعنی بودم. 4 مرحله از 9 مرحله آزمون رو اصلا شرکت نکردی در واقع؟ نه بودم میدونید خودم اون رضایت کافی رو نداشتم. شاید مواقعی که میرسیدم درسنامه وار روزنامه وار درسا رو میخوندم. حدود رتبات خاطرت هست؟ درصدات یادت هست؟ مثلا تو 50%. حالا بذار تو 100% اینو بپرسم ازت. من آزمونا رو همه رو بایگانی کردم ولی حواسم نبود که درصدا بیاد. مثلا یادمه زیر 10 میشدم، بالای 20 میشدم، هی متغیر بود. ولی استاد واقعیتش رو بگم دیگه سر آزمونا جزوه پیشم بود. جزوه باز میکردی؟ آره توی چند تا آزمونا فقط میگم اون آزمونایی که نمیرسیدم میدیدم واقعا تسلط ندارم، با صداقت آدم هر چقدر صحبت کنه کمک بهتری میکنه به بقیه. این کار من اصلا درست نبود. بعداً به این نتیجه رسیدم که چقدر کار اشتباهی میکردم، ولی جزوه ها رو باز میکردم ازشون کمک بیشتر. آزمونای آموزشی بود برای من. یعنی سر آزمون خیلی چیزا رو یاد میگرفتم من. مثلا سوالو میدیدم میگه چه باحال با این فرمول میشه حلش کرد. آره آزمونا رو اینجوری ما اومدیم جلو، ولی این هدفه هی به من کمک میکرد. اینکه میخوندم میدیدم آقا یه ذره همت کنم، من این جزوه رو باز گذاشتم برای آزمون بعدی حفظش کنم، من حفظی تونستم این رتبه رو بیارم، پس میتونم. هی این انگیزه رو به خودم میدادم، تو میتونی بابا، تو میتونی. من آقای کریمیانم خیلی کمک میکردن تو این مسیر بهم. همگامتون آقای کریمیان بود؟ آره ایشون هم خیلی کمکم میکردن، خیلی راهنمایی خوبی میکردم، هی تلاش میکردم که خودم رو برسونم. من جا داره اینجا از آقای کریمیانم حلالیت بطلبم. بعضی وقت گزارش میخواستن از من گزارش های علکی میدادم، بیشتر خودم رو گود میزدم. آره اصلا یه باسماتی بود برای کنکور ما خوندم، ولی خب اون هدف رو نذاشتم تو دلم ذره کم بشه و تلاشم ازش کم بشه، اون تلاش کردن من بخوابه. از این جهت هی روز به روز تلاش میکردم و میرفتم جلو تا تقریبا آزمون فکر کنم 50% دوم بود که خیلی خوب با تسلط آزمون دادم، نتیجه خیلی خوبی گرفتم و اونجا دیگه بیشتر به خودم انرژی میدادم، میگفتم آقا تو تونستی، شد، پس شریف و تهرانم ممکنه بشه. یواشم تصویرای گنگ ذهنی که توی ذهنم بود یواش یواش داشت بر من رنگ میگرفت. دیدم میشه نتیجه گرفت، تلاشم رو بیشتر میکردم و حالا ادامه دادیم. حالا داری توضیح میدی، میخوام چک کنم ببینم 50% دوم شما چه بازه‌ای تازه رسیدی به کنکور، یعنی اون برنامه زمانی که ما دادیم سال گذشته 50% دوم تاریخش رو من بتونم در بیارم. تو توضیحاتت داشتی میدادی برام جالب بود که 50% دوم سال گذشته یعنی 21 دی ماه متین تازه رسیده. تقریبا بهمن رو داریم 10 روز اینجا، 40 روز مونده به کنکور. متین تازه رسونده سرفصل رو، یعنی تازه رسونده به 50% اول خونده، 50% دوم. این رو داریم از این لحاظ من تاریخا رو میگم که الان متین گفت من 50% دوم رو رسوندم به آزمون ها، بدونیم که شرایطش چه بازه‌ای رسونده سرفصل رو. 21 دی ماه 21/10 متین رسونده سرفصل رو. خب داشتی توضیح میدادی من داخل
آره دیگه توی اون روزا دیگه روزایی بود که من واقعا خودم رو پشت میدادم که چرا از اول تابستون شروع نکردم، چرا عضو بچه‌های تابستون نبودم. خیلی تو فشار بودم استاد، یعنی همه جوره تلاشمو میکردم، زمان زیادی میذاشتم، روزی فکر کنم 8 زنگ اینا درس میکنم، 6 زنگ 8 زنگ حدودا 8 ساعت اینا شروع کرده بودم به درس خوندن. اون فشار خیلی زیادی رو بود. از این جهت آدم یه سری فشار که میاد روش از جاهای دیگه گله میکنه، هی از این گله میکنه، هی از اون گله میکنه. اون بچهای مثلا اونایی که امسال میخوان کنکور بدن میپرسن ازم، میگم به خدا قسم تو از الان شروع کن، تک رقمی ضمانته، با استاد سرلک جلو برو، مطمئن باش ضمانت میکنم بهت نتیجه مطلوب میگیری. اونه میگم بچه‌هایی که الان هستن واقعا بهشون پیشنهاد میکنم اگر امسال کنکور دارم به خدا الان تایم طلاییه، یه حالی بگم شروع کنن، پله پله جلو برن که روزای آخر تو فشاری که من بودم نباشن. من حالا توی یه جا سوال پرسیده بودن ازم تو خسته نمیشدی و نمیبریدی؟ به خدا که اینقدر بریدم استاد. یه روزایی میشد دیگه واقعا اصلا مغزم نمیکشید، مخصوصا روزای قبل آزمون من میدیدم اصلا دیگه نمیتونم بخونم، میگفتم یا خدا دیگه کلا دیگه تا روز کنکور دیگه درس خوندن من کنسله، چون میدونید یه تلاشی کردیم حس میکنی که کل وزنه سنگین شده. آره وزنه سنگین شده، بعد فکر میکنی که همه چی داره میپره و زمانت هم تیک تاک هی داره رد میشه و تو همینجوری نشستی داری به ساعت نگاه میکنی، با گوشی برمیری ولی نمیتونی درس بخونی. میگم از این زمانام داشتم، بچه‌ها فکر نکنن که مثلا همه چی بول بوده. آره این چیزام بوده، ولی خب خودمو جمع کردم، نذاشتم که اون فشارا مانعم بشن، جلومو بگیرن و نذارن که من ادامه بدم. تلاشمو کردم و شد، به خدا ما کردیم شد، شما بکنید میشه. به بچه‌ها میگم واقعا میشه، نمیگم که با تلاش کم میشه نتیجه مطلوب گرفت، ولی با یه تلاش کافی، با یه برنامه‌ریزی درست، یه منبع درست، نتیجه خیلی 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 خوبی میشه گرفت، واقعا میشه. حالا اگر اجازه بدید راجع به هر درس و هر باکس یه سری صحبت کنم که بگم مثلا هر درس. من یه سوال اینجا بپرسم، اگه به سال قبل برگردی چه کاری رو انجام نمیدی؟ یعنی مثلا خب بر صورت میدونی شاید یه سری مسیرها رو رفتی خوب نبوده، مثلا یه کاری رو انجام دادی خوب نبوده، حالا اصلا که مثال میزنم کلاس ترمو اومدی شرکت کردی 3 بار ویدیوش رو دیدی، به نظر 2 بار ویدیو دیدنش بیخود بوده، مثال میزنم، الان حتی نسبت به مجموعه ما هم نقدی هست، حتما بگو بچه‌ها بدونن آقا مثلا مثال میزنم کلاس ترمو میاد آزمون شرکت نکنی، آزمونای کلاسی شرکت نکن، به درد نمیخوره. هر چیزی که فکر میکنی مسیری که رفتی و خوب نبوده برات بگو بدونیم چی بوده. برویشش من همه موارد رو توی اگه اجازه بدید تو درس ها میگم، تک به تک درس ها رو که راجبشون صحبت میکنم بهشون اشاره میکنم. فقط اگر من به 2 سال قبل برگردم کار نمیکنم، همون موقع شروع میکنم وقتمو میذارم، حتی 2 سال قبلم نه، من برگردم به 5 سال قبل، زمانی که 5 سال قبل نه، حدودا 4 سال قبل، اون وقتی که دقیقاً کرونا اومدن کرونا همانا، گذاشتن درس کنار همانا، برای من واقعا اینجوری، مخصوصا ترم 4 ما بود. ترم 4 تو میشه 98. ما تو ترم 4 تازه درسای اصلیمون شروع میشه، مجازی شد، استادا نمیتونن درس بدن. سوال معدل چند بود متین؟ معدل کلمو بگم؟ آره. معدل کل من 14.89 بود. پس اونجا نشون میده که تقلب نکردی ها، چون تو اوج کرونا همونو میخوام بگم، تو اوج کرونا تو اگه معدلت بالا بود رتبت هم مثلا میومد راحت زیر 10،
تو اوج کرونا من دقیقا یادم این گروه کنکوری های ارشد، همین گروه 4-5 هزار نفری، اینقدر که توی این گروه امتحانیا رو